نادر فروردین 1307 توی شهر آمل به دنیا آمد. اون 18 ساله بود که به دانشگاه خلبانی روسیه رفت و بعد از تمام شدن دوره تحصیلش وارد نیروی هوایی ایران شد. نادر در سال 1337 اولین تیم آکروجت ایران رو تشکیل داد، اما با وقوع انقلاب تیم تاج طلایی منحل شد و اکثر خلبانان مجبور به کار در نیروی هوایی جمهوری اسلامی شدند. ولی سپهبد نادر جهانبانی دستگیر شد. انوشیروان پسر نادر میگه من به پدرم خیلی اصرار کردم تا از ایران خارج بشه، ولی اون همیشه میگفت من سرباز وطنم، وظیفمه که اینجا بمونم. نادر جهانبانی در نهایت در 22 اسفند 1357 به عنوان مفسد فی‌الارض به حکم صادق خلخالی در پشت بام مدرسه علوی تیرباران شد.